بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا مسألة عربية هست میگه که شرف العلم بشرف المعلوم، که همون علم شرافتش و بزرگیش وابسته است با اون چی که درباره اون صحبت میکند. ما امروز میخوایم درباره عقیده صحبت کنیم و درباره فقه بزرگ یا فقه اکبر، چنانه که امام بزرگ ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب عقیده خود را به این نامگذاری کردن، یعنی که فقه بزرگ در مقابل فقه کوچک که این فقه فروع یا مسائل فرعی هست. و این علمی هست که تمام مردم با احتیاج دارن. علمی هست که چگونه خدای خود را میشناسیم، چگونه راه راست رو درک میکنیم. بنابراین ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب به نام فقه اکبر تألیف کردند و در آنجا عقیده خود را نسبت خداوند، پیامبر، روز قیامت، اصحاب پیامبر بیان کردند. اما اون تصمیم گرفتیم درس‌های خیلی مختصر و کوتاه در اطراف فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تشکیل کنیم و این هم درس اول است. عزیزان که درباره کتاب معلومات دهیم، درباره اون چیزی که در کتاب است معلومات دهیم، یعنی اینکه درس رو شروع کنیم. درباره خود امام ابو حنیفه صحبت می‌کنیم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سال 80 هجری در شهر کوفه تولد شدند و در نوجوانی طلب علم را سر کردند. اشاره می شود که شعبی امام ابو حنیفه را وقت دید، زیرکی و ذکاوت و دانایی اون کس را احساس کرد و امام را ترغیب و تشویق کرد تا اینکه در حلقات علم حضور یابند و از اساتید بزرگ زمان خود کسب فیض کنند. امام ابو حنیفه نصیحت شعبی را قبول کردند و در نتیجه به منزلت رسیدند که ما اینا دیده شدیم که در تمام اکناف و اطراف عالم پیروای امام ابو حنیفه وجود دارند و شاید اکثر مسلمان های پیرو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند. علما نقل میکنن که در کتاب های تاریخ، مثل کتاب هایی که در زندگی نامه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صحبت میکنند، میگن که انسان خیلی عزیزی بودن، انسان خیلی با عفت بودن، با شرف بودن، که کسی نمیتونست که امام ابو حنیفه رو به کار مجبور کند. مثلا حاکم زمان اون زمان از گماشته‌های بنی امیه ابن حبیره بود که ابو حنیفه رحمت الله علیه رو مجبور کرد تا اینکه قضا رو برداشت کرد، تا اینکه خزینه دولت برداشت کرد. امام ابو حنیفه را گفتن که من قبول نمیکنم، چون که من نمیخوام که با ظلم شریک شوم، یعنی که نمیخوام که همدست یک ظالم باشم که مال مردم رو غصب میکند، یا اینکه در قضا و در سود مردم ظالمانه زندان میکند، مردم بالاش فشار میارد، مردم مجبور میکنه که عیب‌هایی که نکردن اونو اعتراف کنن. من گفت به شما به این کار همدستی نمیکنم و بارها در زد ابن حبیره. خب انقلاب شد، دولت دیگر شد، دولت عباسی اومد. عین مشکل رو باز امام ابو حنیفه با ابو جعفر منصور دیدن. ابو جعفر منصور هم میخواست که ابو حنیفه قاضی شود رحمت الله علیه. یعنی اونها چون این شخصیت ها رو جلب کردن به خود، یک نمود شرعیت دادن به اون ظلم و ستمی که به مردم دادن، شرعیت دادن به حکومت خود میدونستن. بنابراین مجبور میکردن که امام ابو حنیفه قضاوت رو قبول کند. امام قبول نکردن و در زندان مظلومانه وفات کردن. یعنی که زندان و مرگ رو ترجیح دادن با همدستی به ظالم. خب ما همینقدر امام بزرگی داریم در حقیقت. یعنی میبینیم که بسیار آدم درباره ابو حنیفه تحلیل میکنن، در اطرافش گپ میزنن، صحبت ها میشود، خب دربارشون هر چیز برگزار میشود، لیکن میشه ببینیم که حیات اونها یک طرفه بررسی میشود. چگونه که مثلا در زمان شوروی وقتی ما مکتب میخوندیم، زندگی مثلا رودکی و مثلا سینا و خیام و سعدی و حافظ، همه اونها رو چنان جلوه دادن که گویا اونها بیرق برداران سوسیالیسم و کمونیسم باشن. یعنی شاید که از این شعرهای اونها یک چیزا رو پارچه پارچه نگرفتن که دلالت بر عقیده اونها میکند و به همین میگفتن که اینا هم خیلی بودن. ابو حنیفه رحمت الله علیه امام بزرگ است و اونهایی که در زمان او بودن، اونهایی که بعد از او بودن، همگی اعتراف کردن که فقیه مثل ابو حنیفه نآمده است. خیلی که امام شافعی گفتن که مردم در فقه نزد ابو حنیفه مثل یک کودک هستند، مثل یک بچه هست. خودش از امام مذهب این شهادت و گواهی خودش یک معنی بزرگ داره. ابو حنیفه رحمت الله علیه استادای خیلی بزرگ داشتن. استاداشون هم یعنی که خودی از همون زانو زدن از این استادها خوندن،
دلالت بر بزرگی این امام ابو حنیفه میکند. از محمد بن منکدر گرفتند، از شعبی درس گرفتند ابو حنیفه، از عطا ابن ابی رباح درس گرفتند، از امام باقر رحمت الله علیه و از امام زید بن علی رضی الله تعالی عنه نیز درس گرفتند و با امام جعفر صادق هم درس بودند و همه این نشانه اون است که امام از همنشین انسان‌های بزرگ بود. از این شاگردان بزرگ مثل ابو یوسف و محمد و داوود طایی و غیر دیگه حسن ابن زیاد و غیر از بزرگانی رو برای امت گذاشته رفتن که این خود دلالت بر بزرگی و بزرگی مکتب ابو حنیفه رحمت الله علیه میکنه. یک مکتب فقهی، یک اجتهادی بود که خیلی بعضی مورخان می‌نویسن تقریبا 70 نفر مجتهد زانو میزد و در دست ابو حنیفه اشتراک میکرد و مسئله های هم مطرح میشد. یک نمود اجتهاد جماعی رو با که امروز در دنیا بسیار رایج است شبه اون است یا ماننده به این اجتهاد جماعی داره. این است امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. خیلی مختصر از دوستان اگر خواهیم که درباره حیاتشون گپ بزنیم شاید حلقه‌های زیاد میرود، لیکن کتابی که ما در اطرافش گپ بزنیم کتابی است که به نام فقه اکبر، چه گفتیم فقه بزرگ، فهمش بزرگ است که در مقابل فقه اصغر که این مسائل فروع نماز و زکات و دیگر حکم‌های فرعی رو در بر می‌گیرد. اما فقه اکبر باشد درباره شناخت الله تعالی گام بزنید، درباره عقیده مؤمن نسبت آخرت، نسبت پیامبرهای خداوند، نسبت تقدیر، نسبت دیگر مسائل اصول و اساس دین صحبت میکند. بنابراین ان شاء الله ما حرکت میکنیم که این فقه را مختصرا و ساده کنیم تا اینکه عامه فهم شود. حماد این کتاب را از پدرش روایت میکنه. این شعر روایت دیگری دارم از ابی مطیع بلخی که به نام فقه ابسط نیز مشهور است که او به طریق سوال و جواب است. ما باشیم فقط اکتفا میکنیم به فقه اکبر و ان شاء الله امید داریم که این برای ما و تصحیح و درست کردن بعضی فهمها ما را کمک کند. امیدوارم که این کتاب برای ما راهی راست و روش راست را در شناخت الله تعالی و در شناخت پیامبران و پیامبر علیه السلام و شناخت مسائل اساس دین و اصول دین کمک خواهد کرد. به همین قدر اکتفا میکنیم و حلقه آینده از کتاب شروع خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.